سلام. شاداب باشید. اول سپاس میگم خدا را که تو این کلاس ها اومدم، بعد از استاد عزیزم مهندس همایون نژاد و همکارانشون و دوستانی که توی این مدت با هم بودیم که واقعا جو خیلی خوب و صمیمی بود، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتیم و واقعا کار استاد کار حالا به کنار از ارزش مادیش کار معنویه، خیلی واقعا کارشون ارزشمنده از نظر من. و چیزی که میخوام بگم در واقع این کلاس ها، به نظر من هر کسی برای داشتن یه زندگی سالمتر، شادتر، خلاقتر، هدفمندتر و حتی معنویتر احتیاج به یه سری تکنیک ها و یه سری مهارت هایی داره که شاید تو جامعه ما کمتر به اون پرداخته شده یا اصلا به جای پرداخته نشده. و وقتی که ما این تکنیک ها و این در اصطلاح مهارت ها رو یاد میگیریم، خیلی پرقدرت‌تر، پر انرژی تر میتونیم تو ابعاد مختلف زندگیمون چه معنوی، چه حرفه‌ای، چه ارتباطی پیش بریم و موفق باشیم. بازم تشکر می‌کنم.